امروز تصمیم گرفتیم که دایره سیر رو از پرتوها یعنی تازه نماییم و دیارمان رو آباد و زیبا گردانیم. با ابتکار ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت اکسیه تازگی ساحل 2020 برگزار گردید. در این اکسیه دانشجویان تمام مؤسسه های عالی و میانه کسبی شهر خوجند شرکت ورزیده برای تازه نمودن محیط زیست سهمگذار شدند. ساحل دریایی سیر را بیش از 100 نفر دانشجویان کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف بشیرخان اسحاقی از پرتاب تازه نمودند. دانشجویان کالج طبی یک جایه با نمین اکسی ساحل 2020 برای جمع کردن هر گونه پسمانده هایی که در این ساحل جمع هستند جمع آورده برای تازگی محیط اطراف سهمی خود را گذاشته ایستادند. این اقدام البته نه تنها در کالج ما اینچنین بین تمام مؤسسه های عالی و میانه کسبی امروز گذرانده شده ایستاده. همچنین 100 نفر دانشجویان و استادان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان به حشر تازگی برآمدند. آنها نیز ساحل دریای سیر را از پرتاب‌های ضررآور تازه کردند. افلاسی و پرتاب‌های ساحل دریا و قد راه کوچه و خیابان‌ها از مدنیت پستی از آدمان را درک می‌دهد. به اهمیت نسبت به تازگی و رعایت نکردن معیارهای سانیتری نه تنها حسن شهر را کاسته می‌کند بلکه به سلامتی انسان نیز به تاثیر نمی‌ماند. امروز یک گروه استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تصمیم گرفتیم که شنبگی عمومی شهری برگزار نماییم تا اینکه با این وسیله بازم برای زیبایی برای تازگی شهری عزیزمان سهم خود را داشته باشیم. چون که شما می‌بینید امروز اینجا دانشجویان و استادان دانشکده اقتصاد و سودا رود دریای سیر را تازه کرده ایستادند تا اینکه بازم با همین وسیله یک محیط اطراف هوایی که ما نفس میکشیم تازه نموده باشند. پرتافتن پرتاب به دریا باعث افلاس گردیدن آب دریا و نابود شوی ماهی ها می شود. در چاره‌بینی 1587 نفر شهروندان اشتراک نموده 22 از 135 کیلومتر ساحل های منبع های آبی را از هر گونه پرتاب ها تازه نمودند. در نتیجه 12 از 3 متر کوبی پرتاب به واسطه 7 عدد تکنیک برآورده شد. تازگی این گروی سلامتی است و همچنین ما می‌دانیم که امروزها ویرانشوی هوای محیط اطراف همچنین وضع اکولوژی با یکی از مسئله‌های مبرم جهانی امروز آمده رسیده است. چون هوا که چرکین است یا اینکه محیط چرکین باشد اون میتواند به هر گونه بیماری‌ها آدم را گرفتار کند. از همین سبب ما تصمیم گرفتیم و همین آبادی و زیبایی و تازگی شهر یک روز خود را بخشیده باشیم و یک سهم کوچک خود را گذاشتیم. مقصد اساسی برگزاری شنبگی عمومی شهری و اکسی تازگی ساحل 2020 در مقیاس ولایت این سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تازه آزاده نگاه داشتن منبع‌های آبی، ساحل‌های دریاها، کانال و جویبارها و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی میباشد. گزارش سومان حمید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.